به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متاع خانه اوست. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام و درود بی پایان نثار یکایک شما دانش آموزان ارجمند، علاقمندان زبانهای خارجی. درس 18 است از سلسله درس‌های زبان انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم 1. در درس گذشته درباره has got گفته گذاشتیم و در این درس باشد یک مراجعه کامل، یعنی شکل have got و has got را یعنی در عموم یک گفته میگذاریم مثل تمرین. یعنی have got و has got all forms، یعنی تمامی شکل های have got و has got. خب در اینجا میگوید circle the correct word، میگوید دایره بکش، حلقه بکش کلمه های درست را. چرا که در اینجا یک تشریح خودش کار کرده است، میگوید I haven't got a computer، من رایانه ندارم، یا همون کامپیوتر، من کامپیوتر ندارم. و دویمش هیف نمیشود به خاطر که و با همراه جانشین های I, you, we, they میآید. پس در این صورت ما میتوانیم بگیم که his میشود. He's got brown hair. He's got brown hair. وای موی سری موی قهوه رنگی دارد. Paula and Simon has نادرست است به خاطر که در اینجا دو نفر شد have میآید. Have got new bike. پاولا و سیمون دوچرخه نو دارند. My dog hasn't got a long tail. میگوید سگ من دومی دراز ندارد. We've got a cake. ما تارت داریم. رقم 6 has Susan got an iPod. میگوید آیا سوزن یعنی خانم سوزن آیپاد دارد؟ آیپاد یک نمودی پلنشت. Yes, he has. بله وی دارد. Yes, she has. بله وی دارد. Has یا have your mom and در اینجا have میآید. Have your mom have your mom and dad got a digicam. آیا پدر و مادری تو کامرای رقمی دارند؟ یا همون کامرا هم گوییم میشود. این دیجیکم کامرای رقمی میشود. کامرا ترجمه میکنیم که فویاس یعنی کامرا دارند. No they haven't. No they haven't. نه اونها ندارند. Have you got brothers and sisters? آیا تو برادر و خواهر داری؟ Yes I have. بله من دارم. میگذاریم با تمرین هفتم. Look, read and write. میگوید بنگر، بخوان و بنویس. They've got popcorn. در اینجا توتی میگوید که اونها پاپکارن دارن، یعنی برین و زوی رو در نظر دارد. They've got popcorn. They've got popcorn یعنی اونها جواری پخه یا اون پاپکارن دارن. خب در رسم دیوم نگاه کنیم. اینجا they've میگوید we haven't got inline skates. We haven't got inline skates. We haven't got inline skates یعنی ما کفش های چرخدار نداریم، یا همون به زبان روسی رولکوی کنکی نداریم. رسم 3 برین میگوید جمله سوالی است. A rubber یعنی خط کرکنک. پس میتوانیم بگیم که have you got a rubber. Have you got a rubber. آیا تو خط کرکنک داری؟ رسم 4 جمله خبری است. در اینجا Dave میگوید she has
خب a present for her mom. She has got a present for her mom. وی تحفه دارد یا هدیه دارد برای مادرش هدیه دارد. رقم 5 نگاه کنیم، یعنی همه‌شون گفته شدن که ما داریم. پس در این حالت میتونیم بگیم که we have got balloons یعنی ما بالون داریم یا پفک داریم. در اینجا توتی میگوید جمله سوالی است، یعنی به سوی موشک سوال میکند has it got tail has it got a tail has it got a tail آیا وی دم دارد رقم 7 اینجا زوی ساعت دارد و اونها یعنی دیو و برین ندارن. پس میتوان گفت که they haven't got a watch. اگر اونها رو در نظر داشته باشد، من فکرم که همونها رو در نظر دارد، به خاطر که اونها به سوی دستان خودشون اشاره کرده هستند. و اگر خودش رو در نظر داشته باشد میتوانیم بگیم که I have got a watch یا I've got a watch، ساعتی دستی. خب جمله سوالی است، میتوانیم بگیم که has she یا has he got a new shoes یعنی آیا وی پایافزاری نو دارد، یعنی اگر به سوی نفر دیگر گفته باشد. اگر رو به رو مخاطب قرار داده ایستاده باشد میشود بگوییم که have you got a new shoes new shoes نمیاره به خاطر اینکه شکل جمع است. خب تمرین رقم 8 نگاه میکنیم. read, choose and write یعنی میگه بخوان، انتخاب کن و نویس. got دوبار میآید، haven't got دوبار میآید. در اینجا نگاه کنیم dear Jed I've got a pet parrot میگه من جدی عزیز من توتی خانگی دارم. پت حیوان خانگی میشود، پارات توتی میشود ترجمه کنیم که توتی خانگی دارم. his name's Corky نامی وی کورکی است. he has خب در اینجا این رو میاریم he's got a funny head یعنی وی سری عجیبه دارد. parrots haven't got میاریم parrots haven't got noses یعنی توتی ها بینی ندارن. they've got میاریم they've got beaks یعنی اونها نول دارن. beak یعنی نول، نول منقار، بینی یعنی ندارن. nose بینی، beak نول منقار. کارکی خب کارکیز این رو میاریم کارکیز got a big beak یعنی کارکی نولی کلان دارد، یعنی منقاری کلان دارد. خب در اینجا have میاریم have you got. در اینجا have you got a pet تو حیوان خانگی داری. love محبت عشق می شود، چیزی که در پایان نامه های موشمونیز هست، یعنی با محبتی صمیمی، با محبتی به پایان، مثلا فلانی زوی. draw and write یعنی خط بکش، رسم بکش و بنویس. write a letter to Zoe write a letter to Zoe
یعنی نامه بنویس با زوی about your pet درباره حیوان خانگی خود or a friend's pet یا اینکه درباره حیوان خانگی دوستت. Look at the words for help یعنی با کلمه ها نگاه کن برای کمک. یعنی face روی، چهره، ears گوش، nose بینی، tail دوم، legs پایها، fur موی یعنی پشم، cute زیبا، funny شوق‌آور، خنده‌آور، عجایب، pretty زیبا، soft نرم، ملایم. Dear Zoe عزیزی زوی یعنی محترم زوی. I've got my friend's got its name is یعنی این را کامل کنیم یعنی پر کنیم مقصد. تمرین 10 ask and answer take turns یعنی میگه سوال رو جواب کنید. take turns take گرفتن میشه، turn نوبت میشه یعنی نوبت ها رو بگیرید. این خیلی میشه ترجمهش، اما ترجمه خوب یعنی با نوبت. you a pet پس میتونیم بگیم که have you got a pet have you got a pet آیا تو حیوان خانگی داری؟ Yes I have I've got a cat No I haven't بله من دارم بله من گربه دارم No I haven't نه ندارم. مثلا باقی مانده رو میتونیم همین خیلی سوال کنیم. Have you got a bike Have your friends has your friends got bikes have you got posters in your room your family a DVD player has your family a DVD player has your dad a car has your dad got a car has your mom got a digital camera و مثل همین. خب در همین جا درس امروزه یعنی جمع‌بستی have got و has got همراه تمرین ها به پایان رسید. از درس آینده نصیب کرده باشد خداوند از فعل can آغاز می نماید. از صفحه 50 فعل can یعنی توانستن. خب این بود درس 18. تا درس های نوبتی خدا نگهدار.